دوستان توجه داشته باشین در رابطه با ماساژ دیپ تیشو به معنای لمس عمق عضلات. هر چقدر بتونیم عمیق‌تر عضلات رو لمس کنیم سبک ماساژ دیپ تیشوه. به عنوان مثال من میخوام عضلات زوزنقه یک کتف رو لمس کنم، دو تا شاستمو میذارم، دست گذاشته شده پشت، استخوان اسکاپولا اومده بیرون و من میتونم اینجا عمق بیشتری داشته باشم. فشار به سمت طرفین، فشار، فشار، با شست دارم میارم. همین فشار رو به کمک بند دوم انگشتان به این شکل میتونم بیارم. تک دست، حالا من میتونم جهتم رو تغییر بدم. من از بغل دارم انجام میدم، از بالا میتونم همین تکنیک رو انجام بدم رو خود کلاینت. توجه داشته باشیم به کمک مشت نیمه باز. مقدار فشار به اندازه توانایی تحمل خود کلاینت که براش خوشایند باشه و بتونیم گرفتگی رو باز کنیم. رو هر عضو حداقل 5 دقیقه کار کنیم تمومه، چون در اون 5 دقیقه گردش خونی که لازم باشه به وجود اومده و گرفتگی تا حد زیادی برطرف شده. بعضی از کلاینت ها ممکنه به چند جلسه نیاز پیدا کنن که تمام این آنالیز ها هم برای خانم و هم برای بانوان در جلسه اول قابل رؤیت هست و تصمیم میگیریم که بله این بدن آیا یک جلسه اوکی میشه یا چند جلسه نیاز داره. امیدوارم که شرایط اینو داشته باشین. از خدمات مجموعه ماساژ زانیار که ویژه آقایون و بانوان هست، واقع در شهرک غرب بولوار دادمان، نهایت استفاده رو ببرین. حضور شما باعث افتخار ماست.